سروده که حالا برای شما ما آماده نمودیم. استاد عزیز علی شیر جان تشکر زیاد. هزار رحمت، هزار رحمت، هزار رحمت. خدمتتون رو دیده. تشکر زیاد، تشکر زیاد. خوش آمدید علی شیر جان. خوش آمدید اکا جان. خدمتتون رو دیده. استادی که در این راه البته با ما کمک میکنن، دعا میکنن که تو یک کمی هم باشه. دودر عزیز تشکر زیاد، تشکر زیاد. برای گلدستای زیبا تشکر زیاد. تشکر زیاد. تشکر برای خریداری تشکر زیاد. بار دیگر از خوش آمدید. راستی خیلی گرم است. میبخشید که کمی فوق کرده نیستم. میدانید ترانه‌ای که حالا ما آمده نمودیم برای شما بخشیده شده است به خاطر یک پدر بزرگی که در حقیقت برای فرزندان خیش جان میکند و زحمت ها میکشه، شب و روز مهنت میکرد که تا فرزندان خیش را به پایان رساند و قله های بلند زندگی رساند و تا طبع آنها را در زندگی پرزورتر و پرقوی‌تر گرداند. عزیزان، درباره یک پدری که در بین ایمان است از این دنیا رفته است، مرحمت ترانه پدر برای شما عزیزان. مرحمت، مرحمت. رهبرم تاج سرم بی تو مدام غم بسرم به دلم غصه و غم درد و علم دیده ترم رب دیزی من خدا حبیبی دلم همراه های صفا برفت از منزلم بدی و ببندی و مشکلم بشود فراق رویش قاتلم شرط به تکرار من به امید دیدار در مشرط به تکرار تا در جهان بعدی باشد همیشه غمخوار تا در جهان بعدی خدا کجا نمود
تشکر زیاد. روح این پدر شاد باشد، خانه آخرتشان آباد باشد. دوستان عزیز، پیش از آنه که به سند دعوت کنیم مادریان عزیز را، این ترانه بخشش شده است به حیات اینمی مادر عزیزی که با این پدر طولانی زیاد عمر بسر. مرحمت خوش آمده مادر جان. معلم جان عزیز خوش آمده. تشکر زیاد، خوش آمدید. تشکر زیاد، خوش آمدید. مرحمت. رستم جان عزیز، شما که عائله ما را حق قدر کردید، 100 تشکر شما. و نخست قدم های خود را که با آستانه صنعت به باغ صنعت گذاشتی، الهی باغ صنعتت زود سبز باشد و تا قله های جمهور رفته رسی. الهی آوازت خسته نباشد، همیشه مادری که تو را زاده است زود روزی غم را نبیند، همیشه سربلند باش بچه عزیز. هزار رحمت. دوستان عزیز، دیداری ما و شما باعث کردید، سبب آن بود این مادران عزیز و اکای مظفر که در اینجا حضور دارن. اکا جان قدم شما رو دیده، تاج سر، خوش آمدید. اینها بودن که با دستگیری اینها دیدار یکایک شما ما به هم رسید. به سند دعوت میکنم یک برادر، یک دوست، یک شخصیت که شادروز جان عزیز بسیار سنده را دوست می‌دارد و در جان من شما دور دیده. پیش از آغاز کردن سخن شادروز جان به سند دعوت میکنم شاعری که در حقیقت برای ما مهنت میکند، چی سخن، چی خواهش، چی ملی در دل من است برای شما گفتن. سینای ابوعلی از خرسکای بلند شما برای سینا جان عزیز. خوش آمدید برادر عزیز. خوش آمدید. مرحمت. تشکر زیاد. سلام و درود دوستان عزیز، تماشابینان بی‌حد گرامی، مخلصان ارجمند. این لحظه ها یک لحظه های بسیار ناتکرار، یک لحظه های سعید، یک لحظه های پر از خوشی و خرسندی است، زیرا امروز در شاهدی ما و شما رستم جان عزیز قدم های نخستین خود را به شاهراه صنعت تاجیک، به شاهراهی که پر از پستی و بلندی هاست قدم می نهد. و آنچه من نوشتم و آنچه که رستم جامعه آهنگ پوشانید، اول درد من و درد خود رستم است و ثانیاً درد همه ما و شما است، زیرا زندگی درد است، عشق است، مهر است، محبت است. به هر چهار این زندگی زندان نیست، زندگی نیست وگرنه چون زندان است. نباید زند نوای نبض من، به خاطر وطن این همه زندگی است، به خاطر وطن این همه شور سوداست. مبارک باد رستم جان عزیز. و این تحفه خاطروی که کتاب بنده است به رستم جان عزیز تقدیم میکنم و امیدوارم که هزاران ترانه ها و شعرهای نو را باز به آهنگ میکشد و ما و شما در زیر آهنگ های مغروبش کف میزنیم و میرقصیم. مبارک باد برادر. و افتخار رستم عظیمی. تشکر زیاد. دوستان عزیز، سینا ابوعلی هستند، شاعری که همیشه مهنت میکنند با ما قدردانی اش کنید. تشکر زیاد. قدمتان نور دیده اکا جان عزیز.